امروز با هم چند راهکار ساده و کاربردی رو میخوایم یاد بگیریم تا نطق‌خوانیمون رو تقویت کنیم. بزن بریم. درود به همراهان همیشگی نوازنده شو. زهرا حسینی هستم، مدرس گیتار تیم نوازنده شو. امروز میخوایم راجع به یه مهارت خیلی مهم با هم صحبت کنیم. نطق‌خوانی. اگه تا حالا واسط پیش اومده که با دیدن خطوط حامل دچار سردرگمی شدی یا اینکه با دیدن نت‌ها نتونستی ساز بزنی، این ویدیو مخصوص خودته. اولین راهکار، نت‌ها رو مثل الفبا یا کلمات ببین. یکی از راه‌هایی که میتونیم این بخش رو تقویت بکنیم اینه که نت‌ها رو مثل الفبا یا کلمات ببینیم. حالا این یعنی چی؟ مثلا در زبان فارسی ما از الفبا استفاده می‌کنیم تا کلمات رو بسازیم و جملات رو بسازیم. اما در موسیقی ما از نت‌ها استفاده می‌کنیم تا جمله‌های موسیقی و ملودیمون رو بسازیم. برای شروع کافیه که 7 نت اصلی رو بلد باشی. دو، ر، می، فا، سول، لا، سی. برای خودت فلش کارت درست بکن. میتونی توی فلش کارتت اسم نوت، شکل نوت، جایگاهش روی خطوط حامل و جایگاهش روی دسته ساز و مهمتر از همه اسم نوت رو یادداشت بکنی و با فلش کارتت برای خودت تمرین بکنی. برای مثال میتونی بگی این نوت چیه؟ نوتی که مثلا روی دومین خط حامل هست. خب جواب میشه سول. حالا میخوایم ببینیم که صدای این نوت به چه شکل هست. پس صداش هم میشه سول. پس هم با فلش کارتتون شکل نوت رو تمرین کنید و هم روی سازتون اون رو به صدا در بیارید و گوش بدید. بچه‌ها امکان داره که مشق نوشتن کار کودکانه‌ای واسهتون به نظر بیاد، اما شاید باور نکنید یکی از راه‌هایی که میتونه به نطق‌خوانیتون کمک بکنه اینه که نت‌ها رو مشق کنید و اسم اونها رو حین نوشتن با خودتون بلند تکرار کنید. راهکار دوم، پیدا کردن نت‌ها روی دسته گیتار. حالا که اسم نت‌ها رو یاد گرفتی، وقتشه که جایگاه اونها رو روی سازت پیدا بکنی. مثلا نت می که جایگاهش روی خطوط حامل بین خط 4 و 5 حامل هست و ما میتونیم این نت رو به صورت دست باز بدون اینکه فرتی رو بگیریم سیم اول رو به صورت آزاد به صدا در بیاریم. این میشه نت می. یا مثلا همون سیم فرت اول میشه نت فا که جایگاهش روی خطوط حامل روی 5 خط حامل هست. میخوام یه تمرین بسیار عالی و کاربردی رو بهتون پیشنهاد بدم. روزانه یک سیم رو در نظر بگیرید و فقط همون سیم و نت‌های روی اون رو تمرین کنید. نت‌ها رو ببینید، بنوازید، گوش بدید و بنویسید. مثلا سیم دوم که میشه سی، دو، دو دیز ر، ر دیز می و الی آخر. تک تک این فرت ها و نوت هاشون رو برای خودتون تمرین کنید و اسم اونها رو یاد بگیرید. راهکار سوم، نطق‌خوانی رو با قطعه های ساده تمرین کن. برای مثال همون قطعه هایی که اول کار و تازه شروع کرده بودی که سازت رو یاد بگیری، یادشون گرفته بودی. نوت ها رو وقتی که میبینی قشنگ بهشون دقت کن، اسمشون رو به خاطر بیار، جایگاهشون رو روی گیتار پیدا بکن و اون رو به صدا در بیار. و اگر اشتباه کردی چی؟ خب طبیعیه، پیش میاد، چون در مراحل یادگیری هستی و این چیزها اونقدر باید تکرار بشه که کم کم به مرور رفع میشه. راهکار چهارم، یادگیری باید سرگرم کننده باشه. میخوام یه چند تا ایده بهتون بگم برای اینکه یادگیری خودتون رو بخواید سرگرم کننده تر بکنید. برای مثال میتونید از فلش کارت هایی که درست کرده بودید استفاده بکنید، یا اینکه از دوستتون بخواید که واسهتون یک کویز طراحی بکنه، یا اگر یه دوست هنرمند مثل خودتون دارید میتونید با همدیگه صحبت بکنید، تمرین بکنید و از هم پرسش و پاسخ بکنید. یه نکته خیلی مهم، احتمالاً با تبلچر آشنایی دارید و ازش استفاده میکنید، اما در این مرحله از یادگیری نیازه که استفادهتون رو از تبلچر محدودتر بکنید یا به طور کل اصلا استفادهش نکنید. این حرفم به این معنا نیست که تبلچر چیز بدیه و نباید ازش استفاده کنید. نه، اتفاقا خیلی جاها میتونه مفید و کاربردی باشه که یک ویدیو در رابطه با مزایا و معایب تبلچر و نطق‌خوانی واسهتون درست کردیم و میتونید اون رو هم نگاه بکنید. اما فعلا باید استفاده از تبلچر رو محدود کنید و بیشتر روی نطق‌خوانی
نطق‌خوانی تمرکز و تمرین کنید. و در آخر نطق‌خوانی یه مهارته، یه مسئله نیست که بخوای کلی روش تایم بذاری فکر کنی تا به دستش بیاری. با تمرین‌های کوچیک، بازی، تلاش و صبر میتونی به مرور نطق‌خوانی خودت رو تقویت بکنی و با نطق ساز بزنی. و یادت باشه که از تبلچر استفاده نکنی. در سراسر دنیا نوازنده ها برای تقویت مهارت نطق‌خوانیشون از تمرینات ویژه دشیفراژ و سولفژ استفاده میکنن. اگه دوست داشتی برام کامنت بذار، بگو که کدوم تمرین برات مفیدتر و کاربردی‌تر بود و اینکه خودت قبلا چه تمریناتی رو برای پیشرفتت استفاده میکردی. اگر این ویدیو رو دوست داشتی یادت نره که ما رو حتما لایک و سابسکرایب کنی و به دوستات معرفی کنی. تا ویدیوهای بعدی تمرین یاد